بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. در آغاز سوره بقره انگاه که پروردگار می‌فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، انگار صدایی از پس پرده‌های نور شنیده می‌شود. گویی خدا از حقیقتی سخن می‌گوید که کتاب هدایت پیش از آن که نوشته‌ای بر صفحات باشد، انسانی است که سراسر نور و حکمت است. و ما این حقیقت را در چهره امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌بینیم. همان کسی که پیامبر درباره‌اش فرمود علی مع القرآن و القرآن معه. ذالک الکتاب یعنی همان حقیقتی که هیچ شک و تردیدی در آن نیست، حقیقتی که هر جا قدم می‌گذارد راه را روشن می‌کند، کتابی که نه فقط خواندنی بلکه زیستنی است و زندگی بخشترین مصداقش ولایت علی علیه السلام است. سوره بقره از همان آغاز راهی را نشان می‌دهد که بدون امام، بدون هدایت مستمر الهی کامل نمی‌شود. سوره بقره ما را به یکی از بزرگترین لحظه‌های تاریخ هدایت می‌کند. آنجا که ابراهیم خلیل پس از سالها امتحان، پس از آتشی که گلستان شد، پس از هجرت، پس از ایستادن در برابر نمرود، سرانجام به مقامی میرسد که خداوند با شکوه‌ترین خطاب را به او می‌فرماید: ای ابراهیم، تو را برای همه مردم امام قرار دادم. اینجاست که حقیقت ولایت با صراحت تمام در قلب سوره آشکار می‌شود. اینجاست که می‌فهمیم هدایت بدون امام ناقص است، به اینکه امامت مقامی است برتر از نبوت، زیرا ابراهیم علیه السلام پس از آن همه مقام تازه به این مرتبه میرسد. اما سوره به همین جا اکتفا نمی‌کند. وقتی ابراهیم از خدا می‌خواهد که این مقام در نسل او نیز ادامه یابد، پاسخ الهی راز بزرگی را آشکار می‌کند. این عهد تنها از آن پاکان است، از آن کسانی که در نور زندگی می‌کنند. و همین آیه راه را برای ادامه ولایت در نسل پیامبر اسلام روشن می‌سازد. در این نقطه است که نگاه‌ها از ابراهیم علیه السلام به خاتم پیامبران می‌رسد و از خاتم پیامبران به وصی و جانشین او امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امامی که پیامبر درباره‌اش فرمود انت امام کل مؤمن. و فرزندان پاکش 12 چراغ هدایت ادامه همان عهد الهی اند، عهدی که از ابراهیم علیه السلام آغاز شد و در خانه علی و فاطمه به کمال رسید. سوره بقره در لایه‌های پنهانش ما را به این حقیقت نزدیک می‌کند که امامت طرحی بزرگ و قدیمی است. از روزگار ابراهیم تا امروز نور هدایت در زمین بی وقفه جاری بوده و این نور در ولایت علی علیه السلام و فرزندانش کامل شد. امامت و ولایت اولیاء الله جان را قدسی می‌کند. هر که در سایه‌اش قرار گرفت پاک شد